سلام دوستان، امروز میخوام یک نکته بسیار حرفه‌ای در مورد خرید لورنز زدوان بهتون بگم. برای کسانی که میخوان لورنز زدوان کارکرده خریداری کنن، چجوری بدونن این سیستم سالمه و میتونن اعتماد کنن؟ چون همینطور که میدونید لورنز زدوان از سال 2014 تا 19 ساخته شده و مدل های آکبند توی بازار ما نداریم و وقتی که شما میرید خرید میکنید بهترین حالت یه سیستم 2019 است که حداقل 4 سال از کارکردش گذشته. خب میخوام یه آموزش بهتون بگم امروز که بتونید از این طریق تشخیص بدید که این سیستمی که شما خریداری میکنید کاملا مثل روز اول کار میکنه. اول از همین یک نکته، به محض این که دستگاهتون رو تحویل گرفتید یا برای خریداری یک لورنز زدوان روی سر سیستم رفتید، درپوش سیستم رو باز کنید. این درپوش نشون میده به ما که سیستم چند سوراخه. اینجا تو تصویر بچه ما باز میکنیم. این سیستم ما 5 سوراخه. 5 سوراخ یعنی چی؟ یعنی سیستم 2017 18 یا 19 است. از روی کدی که هنگام روشن کردن دستگاه میاد بازم 17 و 18 19 بودنش رو تشخیص میدیم. مدل های دیگه 4 سوراخ یا 20 سوراخ هستن. شما ترجیحاً سیستم 5 سوراخ رو خریداری کنید. جدای از این و یک نکته خیلی مهم اینه که سیستممون 2019 یا 18 باشه، 5 سوراخ باشه. این نکته است که آیا این سیستم ما سالمه یا نه و ما باید این رو تست بکنیم. میخوام این رو با هم تست بکنیم و 0 تا 100 این موضوع رو بهتون آموزش بدم. با من باشید تا انتهای ویدیو. دوستان، باتری رو وصل میکنیم و سیستم رو روشن میکنیم. وقتی که سیستم رو روشن میکنیم یک کد گوشه تصویر میاد که برای ما زده 106 مربوط به سیستم های 2018 است. اگر کد شما 107 بود سیستمتون 2019 است. اما حالا سلامت سیستم رو چجوری تست بکنیم؟ همین اعدادی رو که روی تصویر ما دارید میبینید، اعداد و منوتون رو روی این تنظیم کنید. ما میایم آودیومون رو روی عدد 9 بالا میبریم. الان روی -3 ما میایم این آدیو رو تا 9 بالا میبریم و باید سیستم در این حالت تا 30 ثانیه الی 1 دقیقه بدون هیچ گونه فراگ صدای اضافه برای ما کار بکنه. الان ببینید ما تا 8 مثبت و 9 بردیم و سیستم داره کار میکنه، هیچ نویز و صدای اضافه‌ای نداره. دوستان، این صدا که دارید گوش میدید باید تا 30 ثانیه و 1 دقیقه روی سیستم بمونه و سیستم هیچ عکس‌العمل اضافه‌ای نداشته باشه. خب این رو تا 30 ثانیه 1 دقیقه همینجوری ادامه میدیم. اگر سیستم پرش فراگ نداشت، پرش اعداد نداشت، ببینید فراگمون هیچ تکونی حتی نمیخوره برای ما. اگر این پرش ها رو نداشتیم سیستم ما 0 تا 100 سالمه و دوباره میایم این عدد 9 رو کم میکنیم و میاریم روی 0 تا دستگاه دوباره به ثبات و آرامش برسه. این میشه تست سلامت زدوان. برای زد2 هم حتی کاربرد داره که اونم توی ویدیوهای بعدی براتون آپلود میکنیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. پیج ما رو داشته باشید و ما رو حتما سابسکرایب کنید.